حالتون چطوره؟ اگر که حالتون خوبه که خدا را هزار مرتبه شکر. اما اگه حالتون خوب نیست و روز سختی داشتی، به من اعتماد کنید. من آرزو هستم و میخوام ببرمتون یه جایی که حالتون خوب باشه. پس ازتون میخوام همون جای دنجی رو که توی خونتون همیشه بهش پناه میبرید انتخاب کنید. میتونه تراس خونتون باشه، تخت خوابت باشه، یا حتی برای بعضی‌ها میز مطالعه‌شون. اون نقطه رو مال خودتون بدونید. اون نقطه رو کلبه‌ای تصور کنید که مال خودتونه. یه فضای نورانی و گرم، یه فضایی که توی شب آرامش عجیبی داره و فقط خودتونید با خودتون. میخواید این لحظه رو به خودتون اختصاص بدید و هیچ کس دیگه رو نیاز ندارید. آروم دراز بکشید و به هیچی فکر نکنید. قبل از اینکه قصه رو شروع کنم باید بگم که کانال زمزمه قصه ها تنها کانالیه که قصه ها و صحنه های مدیتیشن رو به سبک ASMR برای شما میخونه. پس اگر دوست دارید سابسکرایب کنید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و بعد از اونم حتما برام کامنت کنید که حالتون بعد از شنیدن اون چقدر فرق کرد. جنگل فانوس های زمزمه گر. شب آرامی بود. نسیم خیلی نرم میان درخت ها میپیچید و بوی خاک نم خورده جنگل را با خودش میآورد. قدم‌هایت تو را به مسیری باری می‌کشاند، مسیری که پر از برگ‌های خشک بود و با هر قدم صدای خشخش آرامی از زیر پایت بلند می‌شد. وقتی جلوتر رفتی ناگهان متوجه شدی که نورهای کوچکی میان شاخه ها چشمک میزنند، مثل ستاره هایی که از آسمان پایین آمده باشند. نزدیکتر که شدی دیدی فانوس های کوچکی هستند، فانوس هایی که انگار خودشان زندند، چون آرام تکان میخورند. فانوس اول. فانوس اول که نور سبز و ملایمی داشت با صدایی آرام زمزمه میکرد. زمزمه میکرد یک نفس عمیق بکش،
کردی قلبت سبکتر شد. نور فانوس پررنگتر شد. انگار که انرژی منفی را از درونت گرفته باشد. فانوس دوم. چند قدم جلوتر فانوسی دیدی با نوری آبی. فانوس با صدای آرام گفت: چشمانت را ببند. گوش کن. به سکوت جنگل گوش کن. سکوتی که پر است از صداهای پنهان. صدای جیرجیرک ها. صدای باد. صدای نفسهای خودت. وقتی چشمهایت را بستی متوجه شدی سکوت هم میتواند موسیقی باشد. آرامش در بدنت عمیق‌تر شد. فانوس سوم. فانوس بعدی رنگ طلایی داشت. زمزمه‌اش ملایم و گرم بود. به یک خاطره شیرین فکر کن. چیزی که لبخند به لبهایت بیاورد. بگذار آن لحظه مثل نور من در قلبت بدرخشد. یاد یک روز خوب در ذهنت زنده شد. فانوس طلایی با نورش لبخندت را منعکس کرد و حس کردی گرمایی آرام روی شانه‌هایت می‌نشیند. فانوس چهارم. راحت تو را به برکه‌ای کوچک رساند. سطح آب مثل آینه بود و فانوس‌های شناوری روی آن حرکت می‌کردند. یکی از فانوس‌ها به سمتت آمد و زمزمه کرد: آب همه سنگینی‌ها را می‌شوید. فقط دستت را در آب بزن. بگذار خستگی‌ها در من حل شوند. وقتی دستت را در آب بردی موج‌های ریز روی سطح برکه پخش شد و فانوس‌ها
دیگری به یاد بیاوری. هدیه من آرامش است. همین حالا چشمانت را ببند. من تا صبح کنارت میمانم. قطره‌های شبنم از شاخه‌ها می‌چکیدند. هوا بوی خاک تازه می‌داد. فانوس‌ها آرام تکان می‌خوردند و تو کم کم پلک‌هایت سنگین شده است. زمزمه آخرین فانوس آهسته در گوشت پیچید.